به نام خدای مهربون سلام میکنم به همه بچهای ایران زمین، همه آینده سازان وطنم. امیدوارم که هر کجا هستید شاد و پیروز خودم باشید. خب توی این ویدیو قصد دارم که در ارتباط با بخش پذیری یک سوال با همدیگه یاد بگیریم. سوال خیلی خاصی است که دو تا شیوه راه حل داره که دوتاش با همدیگه یاد میگیریم. سوال چی گفته؟ سوال گفته که مقدار m را طوری تعیین کنید که این عبارت من که مقسوم من هست بر این مقسوم الی بخش پذیر باشه. وقتی یک عددی بر یک عددی بخش پذیر باشه یعنی که باقی ماندهش صفره. حالا توی عبارت جبری هم اگر مقسوم بر مقسوم الی بخش پذیر باشه پس باقی مانده صفره. باقی مانده رو ما با r نشون میدیم، نمایش میدیم. r باید صفر بشه. خب اینو میتونیم به صورت معمول بیایم بنویسیم که مقسوم الیه من یعنی x به توان 2 منهای 7x به علاوه 3 به علاوه m تقسیم بر x منهای 2 رو انجام بدم. اینجا یک qx دارم که بهش میگیم خارج قسمت. در انتها هم یک rx پیدا میکنم یعنی یک عبارتی بر حسب x. حالا این x میتونه درجه 0 باشه که باقی من باشه، حالا میتونه هر درجه داشته باشه. این عبارت من باید بشه چی؟ صفر. چرا؟ چون بخش پذیر هست. خب این عبارت من که بر حسب m به دست میاد و مساوی صفر و جوابو به دست بیارم. نمیخوام این کار انجام. نکته چی هست؟ اگر عبارتی جبری بر عبارتی بخش پذیر باشه ما میام چه کار میکنیم؟ اون مقسوم الیه رو مساوی صفر قرار میدیم. این مقسوم الیه من مقسوم الیه که اگه اسمشو بذاریم g(x) اینم fx باشه، این fx من اینجا x، این باید این مساوی صفر قرار میدم. یعنی x منهای 2 رو میذارم صفر، جوابش هر چی شد میذارمش توی fx من، توی مقسومم. پس f2 من میشه r. متوجه شدید؟ f2 من میشه چی؟ میشه باقی مانده من. در نتیجه f2 یعنی 2 به توان 2 منهای 7 ضرب در 2 به علاوه 3 به علاوه m مساوی با 0. خب این پایین می‌نویسمش. ببینید 2 به توان 2 4 منهای 14 به علاوه 3 به علاوه m باید بشه 0. خب این یه محاسبه ساده است دیگه، انجام میدیم. میشه منفی 7 به علاوه m. منفی 7 به علاوه m صفره، یعنی منهای 7 با قرینه‌اش میشه 0 با 7. پس جواب این سوال میشه 7. امیدوارم که پیروز باشید. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.